از کجا معلوم ریحانو دزدیده؟ شاید ریحان به رضایت خودش رفته. یاران مراقب حرف زدنت باش. دختر من همچین کاری نمیکنه. حق با دخترمه. نمیخوام حرف بزنم بابا، اما نمیشه. از کجا میدونیم ریحان با رضایت خودش نرفته باشه؟ کافی نیست بابا. کافیه. اگه از دخترشون مراقبت میکردن هیچ کدوم از این بلاها سر ما نمیومد. مرتی که سر منم تو درد سر نمیافتاد. آزاد دزدی میزنه. چی؟ آزاد پسرم کجایی؟ هممون خیلی نگرانیم. آزاد پسرم داری چی کار میکنی؟ پسرم متوجه خونه رو تو چه درد سری انداختی؟ کارایی که به خاطر اینش کردی کافی نبود؟ جون تو هیچ ارزشی نداره؟ چی کار باید میکردم مامان ها؟ میشستم و رفتنش رو تماشا میکردم؟ ریحان داشت زنم میشد، متوجهی زنم؟ من هر کاری لازم باشه انجام میدم. اینا زبون دیگه ای نمیفهمن. اون عوضی اومد از بیخ گوش اون ریحان از خونمون